در سودان جنگ فقط بر سر قدرت نیست، بر سر طلا، نفت و نفوذ جهانی است. جایی که آمریکا، روسیه، چین و امارات هر کدام بازی خود را دارند و مردم قربانی اصلی اند. این فقط داستان سودان نیست، داستان حرص بشر است. تا آخر ببینید تا راز تب طلای جدید را بفهمید. داستان سودان فقط یک تیتر خبری نیست، بلکه نمونه روشنی از بازی‌های ژئوپلیتیکی است. داستانی که دانستن آن برای ما ضروری است، چون سرگذشت آن شباهت زیادی به واقعیت زندگی خود ما دارد. در این کشور آنقدر خون ریخته شده که بیش از 1,500,000 نفر کشته و حدود 15 میلیون نفر آواره شده‌اند. مسلمان با مسلمان می‌جنگد، اما ریشه بحران جای دیگری است. این ماجرا مربوط به سودان است، نه سودان جنوبی. دو کشور جدا، اما با خون و تاریخ مشترک. داستانی از حرص، طلا و منافع جهانی. جایی که آمریکا، مصر، امارات، روسیه و چین هر کدام بازی خود را دنبال می‌کنند. ماجرا از سال 1955 آغاز شد، زمانی که سودان از بریتانیا استقلال یافت. آن زمان سودان بزرگترین کشور مسلمان از نظر وسعت بود، اما از همان ابتدا جامعه‌اش دچار شکاف بود. عرب‌های مسلمان در شمال و مسیحیان و اقوام آفریقایی غیر مسلمان در جنوب زندگی می‌کردند. دولت مرکزی حقوق جنوبی‌ها را نپذیرفت و جنگ داخلی از همان سال استقلال تا 1972 ادامه یافت که بیش از 500,000 نفر قربانی شدند. در سال 1983 نخست وزیر صادق المهدی شریعت اسلامی را بر همه، حتی غیر مسلمان‌ها اجرا کرد. این تصمیم خشم اقلیت‌ها را برانگیخت و کشور را دوباره به آشوب کشاند. حدود 2.5 میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. چرا دولت حاضر نبود به جنوب حق بدهد؟ چون بیش از 75% ذخایر نفت سودان در جنوب قرار داشت و جدایی آن یعنی سقوط اقتصاد. کشورهای غربی از این فرصت استفاده کردند و از جنوب حمایت کردند. در سال 2005 توافق صلحی میان دو طرف امضا شد و در سال 2011 مردم جنوب در همه‌پرسی با 99% رأی استقلال خود را اعلام کردند و کشور جدیدی به نام سودان جنوبی متولد شد. هرچند در سودان جنوبی هنوز درگیری وجود دارد، اما کشورهای بزرگ از اقتصاد آن حمایت می‌کنند. چین به دنبال نفت است، آمریکا به دنبال نفوذ جدید و صندوق بین‌المللی پول به دنبال شریک تازه. امروز سودان جنوبی روزانه حدود 150,000 بشکه نفت تولید می‌کند. نقش میانجی در جنگ سودان ایفا می‌نماید و به بیش از 900,000 پناهجوی سودانی پناه داده است. در ماجرا از سال 1983 آغاز شد، زمانی که نخست وزیر صادق المهدی در سودان شریعت اسلامی را اجرا کرد. در آن زمان فرمانده ارتش عمرالبشیر بود. چند سال بعد در 1979 همین عمرالبشیر علیه دولت کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت و تا سال 1119 بر کشور حکومت کرد. در این دوران جنگ‌های داخلی بسیاری رخ داد، مخصوصاً در دارفور که به نسل کشی انجامید و بیش از 300,000 نفر کشته شدند. عمرالبشیر که از ارتش آمده بود، ترسید روزی همان ارتش علیه او کودتا کند. پس در سال 2013 نیروی تازه تأسیس کرد به نام نیروی پشتیبانی سریع یا RSF. فرمانده آن محمد حمدان دگالو معروف به حمیدتی بود. در مقابل ارتش رسمی کشور یعنی نیروهای مسلح سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان فعالیت داشت. البشیر با این دو نیرو بازی خطرناکی آغاز کرد. به البرهان مأموریت داد که در دارفور نگذارد شورشیان قدرت بگیرند و در همان حال از RFS به عنوان توازن قدرت استفاده کرد تا هیچ کس نتواند علیه او قیام کند. با گذشت زمان RSF تبدیل به نیرویی شد که مزدورانش را به کشورهای دیگر از جمله عربستان و یمن می‌فرستاد. اما در سال 2018 بحران اقتصادی، تورم شدید و گرانی مردم را به خیابانها کشاند. همین آشوب باعث شد که البرهان و حمیدتی که هر کدام نیرویی در اختیار داشتند متحد شوند و علیه عمرالبشیر کودتا کنند. در سال 2019 البشیر دستگیر شد، محاکمه گردید و تا سال 2023 در زندان درگذشت. ولی با رفتن او سودان آرام نشد. برهان و حمیدتی که تا دیروز متحد بودند، حالا بر سر قدرت درگیر شدند. از سال 2020
میان ارتش رسمی و نیروی پشتیبانی سریع نبردی آغاز شد که هنوز ادامه دارد و کشور را به ورطه‌ای از هرج و مرج، قحطی و خونریزی کشانده است. ژنرال البرهان که نماینده ارتش رسمی سودان بود، پیشنهاد داد نیروهای پشتیبانی سریع یا RSF در ارتش ادغام شوند. چون ارتش از گذشته وجود داشت، اما RSF در سال 2013 ساخته شد. او گفت بیایید 2 سال من، 2 سال شما حکومت کنیم. اما حمیدتی رهبر RSF مخالفت کرد و گفت حداقل 10 سال زمان می‌خواهد. از همین جا اختلاف شعله‌ور شد و هر دو طرف اسلحه برداشتند. RSF بر غرب کشور مسلط شد و ارتش سودان بر شرق، بر مسیر نیل، بنادر و ذخایر نفت. در غرب، حمیدتی کنترل دارفور و معادن طلا را به دست گرفت. سودان سومین تولید کننده بزرگ طلا در آفریقاست و سالانه حدود 65 تن طلا تولید می‌کند. اما پس از تسلط RSF این رقم تا 300% افزایش یافت. حالا حدود 2 میلیارد دلار طلا استخراج می‌شود که بخش زیادیش در بازار سیاه فروخته می‌شود. اما در این نبرد قدرت مردم قربانی اصلی‌اند. بیش از 150,000 نفر کشته، میلیون‌ها نفر بیخانمان و میلیون‌ها تن دیگر اسیر یا آواره شدند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد هزاران جسد در گورهای جمعی دفن شدند. زمین از خون رنگین است و انسانیت زیر پای حرص و قدرت له می‌شود. اکنون پرسش این است: در پس این جنگ داخلی، نقش قدرت‌های جهانی چیست و آنها در سودان چه می‌جویند؟ در شرق سودان، ارتش رسمی یا نیروهای مسلح سودان کنترل را در دست دارد و 2 منبع بزرگ در اختیارشان است. یکی مسیر رود نیل که از شرق می‌گذرد و دیگری ذخایر عظیم نفت. در سوی دیگر، نیروی پشتیبانی سریع یا RSF غرب کشور را در کنترل دارد، جایی که 2 منبع ارزشمند وجود دارد: طلا و اورانیوم. گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده که می‌گویند امارات متحده عربی RSF را با پول، سلاح و پهپاد پشتیبانی می‌کند و تاکنون حدود 3 میلیارد دلار طلا از طریق کانال‌های سیاه از سودان خارج کرده است. هرچند امارات این ادعا را رد کرده. با این حال، عفو بین‌الملل تایید کرده که سلاح‌های ساخت چین از طریق مسیر ابوظبی به دست RSF رسیدند. در مقابل، مصر از ارتش سودان حمایت می‌کند، چون 85% از آب این کشور از رود نیل تأمین می‌شود و ساخت سد بزرگ اتیوپی با حمایت مالی اسرائیل می‌تواند مصر را به خشکی بکشاند. روسیه نیز به RSF نزدیک است، چون برای تأمین هزینه‌های جنگ اوکراین به طلای سودان نیاز دارد و گروه واگنر روسی هم به دنبال استخراج اورانیوم از مناطق تحت کنترل RSF است. چین به نفت سودان چشم دوخته، روسیه به اورانیوم و شرکت‌های بریتانیایی به طلا. در این میان، هر قدرت جهانی منافع خود را دنبال می‌کند، درست مانند فیلم الماس خونین که نشان می‌داد برای تصاحب منابع طبیعی انسان‌ها تا چه حد می‌توانند بی‌رحم شوند. همه در حال پر کردن خزانه‌های خود هستند. شاید شما هم باید فکرش را بکنید، چون تب طلا در راه است. اما در سودان این حرص و رقابت به فاجعه انجامیده است. خون بر زمین جاری است. هزاران انسان در گورهای جمعی دفن شدند و هیچ توجیهی برای این جنایت‌ها وجود ندارد. این فقط داستان سودان نیست. داستان قدرت، حرص و خودخواهی است. همان چیزی که در زندگی من و تو هم دیده می شود. اگر این داستان برایتان جالب بود، حتما لایک کنید، در کانال سابسکرایب شوید و در کامنت ها بنویسید به نظر شما تب طلای بعدی دنیا از کجا آغاز خواهد شد.